ورزش کشتی هستش. بچه‌های تیم رو اینجا می‌بینیم که همه منتظر هستن تا چکین کنن که به اتاقاشون برن و یکم میرن استراحت. خب مسابقات طبق سال‌های بعد تو همون استادیوم فولد انگلتون انجام میشه. ایران قهرمان 2 دوره در مقابل دوره قبلی 3 دوره که امیدوارم این دوره هم قهرمان بشه. ما با تقریبا 3 یا 4 تا تغییر این مسابقات نسبت به سال گذشته شرکت کردیم که در استخوان اصلی تیم حفظ شده. امیدواریم که بتونیم مثل سال قبل به راحتی جام بالای سر بریم و همه هموطنان خوشحال کنیم. هتل هم یه خوبی که داره نزدیک سالن مسابقات هستش. بچه‌ها الان ما دقیقاً لب مرز جنوبی لس آنجلس میشیم. نزدیک فرودگاه هم هستیم. فورم هم سالن فورم هم که معروف در جهان از خودشون میگن اونم همینجا هستش. بچه‌ها طبقه بالا تمرین و وزن کم کردن ایناشون رو همینجا انجام میدن. یه اتاقی هست براشون درست میکنن، دوشک میندازن و پارسال هم همینجا، پیاسال هم همینجا بوده. الان 3 ساله که 3 سال است که ما اینجا هستیم. بچه‌ها که همه اینجا می‌بینید نشستن و منتظر چکین هستن. اعضای تیم ملی منتظر هستن که چکین کنن اتاقشون رو و همینطور که می‌بینید اینجا نشستن بعد از یک پرواز طولانی از مسیر ابوظبی و یک وقفه 2 ساعته در فرودگاه ابوظبی و حالا مهیا میشن که یک استراحت کنن و همونطور که می‌بینید اختلاف ساعت هم زیاد هست با ساعت ایران و به همین جهت یه مقداری خستگی مضاعف به بچه‌ها تحمیل شده و امیدوارم که خیلی زود خودشون رو آماده بکنن.